تمام نکات و ترفندهای میرزا قاسمی اصیل گیلانی رو توی این پست بهت گفتم. پس این ویدیو رو تا آخر ببین و برای چند تا از دوستات بفرست. بادمجونا رو برش‌هایی بزنید و روی گاز قرار بدید تا کبابی بشه. بادمجونای کبابی شده رو داخل آب سرد قرار بدید تا بهش شوک وارد بشه و پوستش به راحتی جدا بشه. اونها رو ساتوری کنید و کنار بذارید. سیر و پوست بگیرید و رنده کنید. گوجه های پوست گرفته شده رو نگینی ریز خورد کنید. سیر رنده شده رو با مقداری روغن و زردچوبه داخل این گمج که بدید سرخ کنید. بهش گوجه اضافه کنید و اجازه بدید تا گوجه کاملا پخته بشه و له بشه. بادمجون‌ها رو با مقداری نمک بهش اضافه کنید. اونو کاملا تف بدید و سرخ کنید. به دلخواه بهش مقداری رب بزنید و فلفل اضافه کنید. در آخرم بهش تخم مرغ بزنید و مطابق تصویر تخم مرغا رو هم بزنید. درش رو بذارید تا تخم مرغ پخته بشه. این میرزا قاسمی خوشمزه رو میتونید هم با نون و هم با برنج میل کنید. ما شمالی ها میرزا قاسمی رو کنار یک کته شمالی و ماهیشور و بقیه مخلفات شمالی میل میکنیم. امیدوارم این میرزا قاسمی خوشمزه رو درست کنی و از خوردنش لذت ببری. نوش نگاه قشنگتون.